یک برادر از دوتریش آمده بود برام قصه کرد، گفت مولوی ما همیشه دوستا را از پیششان سوال میکنم که چی خاطرات داری از اونجا. گفت یکی از خاطرات میس مولوی که من در یک هتل کار میکردم، از ام هتل تسلیم ما کرده بود، پیسه جمع کردنیش ما بودم، لیکن مادری امی صاحب هتل آمد، ما با پاس افغانیت که افغانی بودم در اینجا حتی از دوست کسی نان بخوره پیسه نمیگیره. گفت از او مادرش پیسه نگرفتم که آمد مالک هتل گفت مادرم آمده بود نان خورد یا نه؟ گفتم خورد. گفت کو کی پیسهش؟ من گفتم نگرفتم، خب مادریت است. گفت چی بده؟ گفت از خودم شخصا پول گرفت. چی گرفت؟ اونجا درک کردم که اسلام کدام دین است، عزت و احترام چی را میگه. امروز به نام روز مادر از دست غربیا روز جور شده، مسلمانی ما تقلیدی از واره کرده رایسته. امی معلمی ما و معلم به خاطر یک روز گل آوردن توی قانون کفر اینجا سری اولاد مسلمان تطبیق نکن. به خاطر یک آوردن یک روز یک جوره کالا یک چند بگوی کیک و کلچه تو دینی تا خراب نکن. رسومات غربی ها را اینجا ترویج نکن که معاملش تو میشی، در بدر خاک بسر میشی، در روز قیامت برات جواب تو میدی. در جامعه و معاشره اسلامی مادر هر وقت مادر است قابل احترام است، یا یک روز در هر حالت قابل احترام است. شما که مادر و پدرتان پیر شود در سالون کهن سالا میبره، یعنی که در خانه احترام و تعظیمش میکنی؟ در کدامش میکنی؟ عجیب است. روز مادر است. چی کدام دسیسه نیست که دنیای غرب به ما مسلمان جور نکرده باشه. ما مسلمان بیخبر. روز مادر است، تجلیل میشه و سطح دولت تجلیل میشه. تو اولادی مردم در مکتب امو کلمایی که احترام مادر و پدر در کتابا ذکر شده بود او را از بین نبر. او در کتابا موجود باشه که اولاد مادرها را و معلمها را احترام بکنه. تو خود گرفت که از کتابای مکتب کلمه جهاد، کلمه بگوی احترام دینی گپا را کلش کشیدی، جواری و بگوی انار و گپا را در کتابایت آوردی.